شکلگیری شخصیت چیزی نیست که در اختیار من بوده باشه. میشه فهمید که خیلی خوب چی به تو گذشته که به اینجا رسیدی. چون چند وقتی درباره آدم‌های ناامن داریم صحبت میکنیم، بعضی از دوستانی هستن که توی دایرکت میان و پیام میدن که شما خیلی قضاوت میکنین درباره این آدم‌ها و انگار که این آدم‌ها یه موجودات مثلا عجیب و غریبی هستن که ما باید فقط ازشون دوری کنیم و آیا مگه اونها انسان نیستن؟ مگه حقوق خودشون ندارن؟ من خیلی این دوستان رو نظراتشون رو ارج میگذارم و برای من خیلی با ارزش این نگاه. اگر هر جایی توی ویدیوها شما همچین حسی از حرفای من گرفتین، الان باید تصحیحش کنم که من اگر درباره آدم‌های ناامن دارم صحبت میکنم، درباره یک موجودات عجیب و غریب غیر آدمیزادی صحبت نمیکنم که یه وقت خدا نکرده بخوایم وهم کنیم اونها رو یا حتی حقوق انسانی اونها رو، احترامی که باید بر اونها قائل باشیم رو بر اونها قائل نباشیم. نه، واقعیتش اینه که اتفاقا کسانی که تو این حوزه دارن کار میکنن مثل من به عنوان روانشناس و درمانگر، بیشتر از همه آدم‌های دیگه باید بتونن با این افراد همدلی داشته باشن. همدلی یعنی چی؟ یعنی که من بتونم این آدم‌ها رو درک کنم که اگر چنین رفتار میکنند یا اگر چنین خصوصیت‌های شخصیتی رو دارند، اینها انتخاب خودشون غالبا نبوده. شخصیت ما دوستان ترکیبی است از ژنوم ما، دی ان ای ما، ویژگی‌های بیولوژیکی که ما از ژن هامون در واقع داریم میگیریم و چیزی که معروفه به اکسپوزوم، یعنی آن چیزی که ما بهش اکسپوز شدیم در کودکی، اتفاقاتی که برامون افتاده، سبک فرزند پروری والدین من، محیطی که توش بزرگ شدم، تجربه های اولیه کودکی من، حتی همون هفته های اول که من یک موجود کاملا منفعل و ناتوانی بودم و هیچ چیزی در اختیار من نبوده، چه بر من گذشته من رو به اینجا رسونده. البته که ما نمیگیم که آدم ها صاحب اختیار نیستند. چرا؟ وقتی که از یه جایی عبور میکنه دیگه آدم ها کم کم صاحب اراده و انتخاب و اختیار خودشون میشن. اما شکلگیری شخصیت چیزی نیست که در اختیار من بوده باشه. بنابراین اون آدم هایی هستن که از این منظر میشه باهاشون همدلی کرد. میشه فهمید که خیلی خوب چی به تو گذشته که به اینجا رسیدی. اما چیزی که ما اشتباه میکنیم دوستان اینه: همدلی به معنای تأیید یک آدم نیست. همدلی به معنای این که من در برابر اون آدم تسلیم بشم نیست. همدلی به معنای این که من دلم بر اون آدم بسوزه نیست. حتی دلسوزی هم نیست. حرف ما اینه: من به عنوان یک درمانگر باید بتونم اگر کسی از همون جنس آدم‌های ناامن پیش من میاد با هر مسئله‌ای بتونم بهش کمک کنم. به عنوان یک پزشک برای من فرقی نمی‌کنه بیمار من میخواد یک قاتل، یک جنایتکار باشه یا مثلا فرض کن که پیغمبر خدا باشه. برای من وظیفه پزشکی من به من تکلیف میکنه که برای هر دوی این آدم‌ها یک جور توانم رو بگذارم. اما شما درمانگر نیستی. کسی که میخواد بره با یک نفر ازدواج کنه، کسی که داره با یک نفر زیر سقف زندگی میکنه، کسی که با یک نفر دوسته، شما درمانگر یک آدم نیستی. شما وظیفه ندارین به یک آدم کمک کنین و اتفاقا از جایی که ما شروع میکنیم به زور به یک آدمی کمک کردن، دقیقاً حال خودمون و حال اون رو بد میکنیم. حرف من اینه دوستان که ما گاهی وقتا باید یاد بگیریم ضمن احترام و بدون اینکه بخوایم از اون آدم انتقام بگیریم، بدون اینکه بخوایم به اونم آسیب بزنیم یا بخوایم پشت سرش حرف بزنیم یا بخوایم برچسبی به خودش بزنیم که بگیم تو اینجوری هستی، تو مریضی، تو فلانی. من فقط خیلی آروم محترمانه ازش فاصله میگیرم. چرا؟ چون میخوام از خودم مراقبت کنم. وظیفه من به عنوان یک دوست، همسر، حتی پدر، مادر، فرزند این نیست که کسی رو اصلاح کنم. من باورم این است که پدر و مادرها هر گلی به سر بچه هاشون زدن تو همون سالهای اول زدن. من دیگه حتی برای بچه نوجوانم هم قرار نیست به این معنا پدر مادری کنم که بخوام به راه راست هدایتش کنم. هر کاری کردم قبلا کردم دیگه. هر چقدر که بچه ها بزرگتر میشن وظیفه من برای اصلاح اونها کمتر میشه.
منظور من این است که همدلی کردن با تأیید کردن، با پذیرفتن هر چیز و تسلیم شدن یکی نیست.